عبادت از دیدگاه آخوند اللهیاری. بینندگان محترم، الله متعال می‌فرماید: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و من جن و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنند نیافریدم. عبادت به معنی طاعت و بردگی و فروتنی در مقابل ذات اقدس الله متعال است که تمامی انواع طاعات و فروتنی ها را اعم از اعتقادی و گفتاری و رفتاری در بر میگیرد. اما آخوند اللهیاری دعا و صدا زدن و حاجت و کمک خواستن را جزو عبادت نمی داند. به این کلیپ توجه نمایید. کجا هست که شیعه نمازی خوانده روزه‌ای گرفته برای غیر خدا؟ نشان بدید کجا هست؟ صدا زدن، اگر از غیر خدا صدا زدن گناه باشه، اولا غیر خدا را صدا زدن که این هر کسی میدانه که این عبادت نیست. عبادت معنای خاصی داره، یعنی کسی را شما خدا میدانید، لایق پرستش میدانید و به نیت خدایی در برابر او کرنش میکنید. این عبادت. بیننده محترم، دعا و صدا زدن و خواستن حاجات از بهترین عبادات است و بجز الله متعال نباید کسی دیگری را صدا زد. الله متعال می‌فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی خار و سرفکنده وارد دوزخ خواهند شد. در الکافی جلد 2 صفحه 641 و وسائل شیعه جلد 7 صفحه 22 شماره روایت 8599 از امام باقر رحمه الله روایت شده است که فرمودند مراد از عبادتی در این آیه دعا کردن است. همچنین در کتب شیعه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد دعا فرمودند الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. بهارالانوار جلد 90 صفحه 300 و وسائل شیعه جلد 7 صفحه 22. به کلیپ دیگری از این آخوند توجه نمایید که کمک خواستن و استعانت را هم از جمله عبادات نمی داند. کمک خواستن عبادت کردن نیست، این همه میدانه. شما کمک میخواهید، عبادت کردن یعنی کسی را خدا بدانید، به نیت خدا بودن او در برابر او کرنش بکنید. حتی سجده کردن اگر به نیت خدایی نباشه، ما نمیگیم در برابر ائمه علیهم السلام کسی سجده بکنن، نه، حتی سجده کردن اگر به نیت خدایی نباشه عبادت نیست. برادران حضرت یوسف علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبر معصوم، در برابر حضرت یوسف علیه السلام سجده میکنن. کمک و مدد خواستن از مخلوقات در موارد مافوق اسباب که در حیطه توان آنها نیست از مصادیق شرک است و تفاوتی نخواهد داشت که آن مخلوق زنده باشد و یا مرده. اموری مانند طلب شفای بیماری از یک مخلوق بدون دخالت اسباب مادی و یا طلب دفع بلا و ضرر از سوی وی با قدرتی مافوق قدرت بشر و یا درخواست حل مشکلات و گرفتاری‌های خارج از توانایی انسان از مخلوق دیگر همه مصداق عینی شریک ساختن بندگان در صفات الهی است. الله متعال می‌فرماید
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحمید. و آنان که جز الله به فریاد می‌خوانید مالک پوست نازک هسته خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید دعا و خواسته های شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند پاسختان را نمی‌دهند و روز قیامت شرک شما را انکار می‌کنند. و هیچ کس مانند پروردگار دانا تو را از حقایق و فرجام امور با خبر نمی سازد. ای مردم شما به الله نیازمندید و الله بی نیاز ستوده است. الله متعال به بندگانش راه درست کمک خواستن از پروردگارشان را این گونه تعلیم می دهد: ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. و نیز می فرماید استعینوا بالله واصبروا. از الله یاری بخواهید و شکیبا باشید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت خیش به پسر عمویشان عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاه درخواست کردی از الله متعال درخواست نما و هرگاه یاری خواستی از الله متعال یاری بخواه. و اما سجده یعقوب و پسرانش برای یوسف علیه السلام سجده احترام و تعظیم بود که در ادیان گذشته مجاز بوده است و در شریعت اسلام منع گردید. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و کیست گمراه تر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعایشان بیخبرند.